من هنرپیشه مردمی تاجیکستان آرتیق خادر هستم. بیا تا مونسی هم، یار هم، غمخوار هم باشه. انا شنو انا که بیبی من اسفندیار غلامزاده و سوالی داشتم به آرتیق خادر. این دل که رنج میکشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. استاد آرتیق خادر با بیماری کووید 19 گرفتار شدن و اینقدر زیاد نفرها دعای نیک کردن در حق استاد در صحیفه‌های اجتماعی همه ما و شما دیدیم همین چیزا. حالتی که خوابم نمیبرد، همین آهسته آهسته در همین قرائت زیبا و خودی همون معجزه کلام الهی آهسته آهسته من آرام میکرد و خوابم هم میبرد. بیا تا قدر یک دیگر بلانی، کتاب ناگه ذهن دیگر نمانی. یکی از اولین حالت هایی که من ناامید شدم و گریه کردم، تلخ گریه کرده بودم و من با اشک گفتم که ای عکس، نشان روی ماهی بودی، از تازه جوانی هم گواهی بودی. من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز، حقا که رفیق بی‌مراهی بودی. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. سنبوسه همچو بوسه مقام خاصه دارد، هر یک خلاصه جانم باز هم خلاصه دارد. مراجعت میکنم که ما همین صلح و آرامیش، همین آسایشتگی، هر نفس باید شکر کنیم. مقدس است زمینی که مادری تاریخ به شیر نام نهاده است تاجیکستانش. به نزدیکی در برنامه شین و بین ما با شما وا میخوریم و سر یک پیاله چای این برنامه با هم دیگر صحبت خواهیم کرد.